چند روز می شود که گروهی از ساکنان شهر خوجند با نشان ناراضگی از ویران کردن خانه ها و مغازه هایشان در کوچه ها جمع می شوند. قرار آمده که اول باشندگان حساب ملک های قانع کن، بعد کارهای ساختمانی آغاز کن. یا ولی هیچ جای نبود. الکی میخواد برای وهم انداختن مردم یک چیزی وهم انداختن کار کنن. یعنی تو هاگویی هم میکنم کاره نیگویی هم میکنم که معنی کنی میخواد استماع زدگی. در وقتی فهمیدن که خانه ما رو همین خیلی ویران کرد جاش به دیگه جا میدادیان ما کن نیرو ما ویران شد. آمده مایه آگاه کردگی نبودن لیکن قرارشون به نیستی که آگاه کرده شدگی همه باشندگان همین دام ها روزگی دادگی گفته لیکن ما روزگی دادگی همون نیست. آنها میگویند که شرکت ساختمانی قدرت 2010 که باید در جای خانه های کهنه بیناهای نو بسازد با جای خانه های آنها مبلغ یا خانه میدهد که ارزش کم دارد و به شرایطی پیشنهاد کرده آنها راضی نمی شود. بنا به قرار حکومت شرکت قدرت 2010 وظیفه‌دار شده است که در جای 3 بینای کهنه که باید ویران شوند 3 بینای نو و 20 آشیانه بسازد. در این 3 بینا زیاده از 200 عائله زندگی میکنند. این بیناها در پهلوی بازار مرکزی خوجند جای گیرند و در آشیانه یکم آنها 10 مغازه و مرکزهای خدمت‌رسانی عمل میکنند که تاجران و هنرمندان از آنجا رزق و روزی خود را پیدا میکنند. من شخصا خودم و نمین رمضان انده کارخانم 30,000 سومان پول چقیم کده مبلغ جدا کده چند وقت وی کار کده خون کده بانکو گفته کارخانم ریمونت کدم و بانک من با کی برگردونده میتید اگر همین کار اگر اثر آگاهی کدی میشد من همونجی ریمونت نمیکدم. مثلا مردم میگویند که شرکت بر عوض خانه و مغازه های آنها جبران خیلی کم پیشنهاد میکند و نمیخواهد با آنها به یگان سازش برسد. بسیاری ها نیت دارند به اداره های دولتی شکایت برند تا حق خود را گیرند. دستگاه ولایت هم همین جواب نیسته که دستگاه شهر هم نیسته که ما و سود ما مراجعت کنیم اگر ناراضی باشیم طلبات اینهای خانه کم نکنیم یا سود مراجعت. شرکت قدرت 2010 پیشتر هم سر زبانها شده بود. آن وقت لایحه ناتمام شهرک چینی را به ذمه گرفت و به جایش بینای 16 آشیانه ساخت. خانواده هایی که در آنجا خانه داشتند سالهای زیاد اجاره نشین شدند. سال گذشته نیز در پی تخریب یک بینا در خیابان اسماعیل سامانی شرکت قدرت 2010 با نارضایت ساکنان روبرو شد ولی بحث ها به فایده همین شرکت تمام شد.